سلام بچه ها، چطورین؟ من دینامیت هستم و خیلی 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 خوش اومدین به این ویدیو. بچه ها اومدیم با یه پارت دیگه از ماینکرافت سروایولمون. بچه ها ما دقیقا 2 تا مپ داشتیم که یه دونش ویلیج رو پیدا کرده بودم و یه دونش که فول آیرون بودم. بچه ها میخوایم بریم مپ همون فول آیرون. تقریبا صدل دارم و چی نیزه که میخوام یه اسب رو رام کنم تا بتونم سوارش بشم و کلا دیگه. بچه ها تا ماینکرافتمون لود میشه شما سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت هم حتما بذارید. بچه ها زیر این ویدیویی که من الان دارم آپلود میکنم اگر شما میخواین که بعضیاتون اگر یوتیوبم دارید میتونید برید به لینک زیر ویدیو من و برید توی یوتیوب و منم اونجا هم ویدیوهای کوتاه، ویدیوهای بلند، خیلی ویدیو خفنی میذارم مثل همین آپارات. بچه ها هر ویدیویی که تو آپارات بذارم همون لحظه تو یوتیوبم آپلودش میکنم، اما بعضی ویدیوها که آپارات گیر میده من دیگه نمیذارم تو آپارات. بچه ها دیگه خودتون برید زیر کپشن و برید توی یوتیوب و اونجا ویدیو همو میتونید ببینید. بچه ها تقریبا ما فول آیرون بودیم، یکی شلوار دیگه نداشتیم که 2 تا بلاک obsidian هم داشتیم. ما الان اینو میذاریم اینجا. خب من میگم بیا بریم اینجا دیگه تاخیر نمیره. حالا سب کن ببینم چطور میشه. قایقا میذاریم و هیچی خود دیگه نداشتیم. سوار قایق ماشیم و دیگه این بر بریم. بچه تقریبا الان دیگه باید بریم دنبال دایمند. خب که خیلی واقعا دایمند نیاز دارم و هنو تازه که ویلیج هم پیدا نکردیم. باید یه ویلیج پیدا کنیم تا بتونیم هم از اسب و ایناش استفاده کنیم، هم از خودشون هم لوتشون کنیم و بتونم اگر برم فول دایمند بشم بتونم آمبرکینگ 3 بگیرم. دیگه واقعا ما خیلی شانس داشته باشم. دادا کنده شد دیگه، فکر نکنم بشه. خب این شب که نمیتونم کاری بکنم، پس صبر کنم تو حدودا فردا دیگه. آره بچه شاید من بعضی ویدیو هم 2 قسمتیه که این ویدیو هم همین جوریه و تکی مثلا ماینکرافت آپلود میکنم، تکی هم جی تی وی سن اندریاس. بچه مرحله جی تی وی هم برید حتما ببینید. الان شهر 2 هستیم و دیگه خلاصه دیگه بهتره کنیم. شب شد الان زامبی ها میان سراغمون میگن به که اینجاست. شب بشه ما بگیریم کله کپمون رو بذاریم. اگر شد بچه ها این ویدیو هم 2 قسمتی میشه اگر بشه. میدونید که چون الان من وقت حدودا زیادی ندارم بچه منم الانم دارم هولکی ویدیو رو میگیرم تا واسه شما آپلود کنم چون واقعا دیرم شده. الان باید سر کار باشم. الان اوستا میگه دهن ما رو سرویس میکنه چرا دیر اومدی. خدای خیلی سخت گیرم بعضی ها. هر کی منو درک میکنه بگه تو کامنت ها بگه. خدای اوستا گیر میده چرا دور اومدی بابا.
من دیگه راد نمیدم و یک کردایی میکنه حالا دم بخوره چش اون اوستا برینه. اما اوستا بشم همون اوستا، یعنی اوستا برش کن میچیم. او یا حسین، او جنگ تهاجمی شد. فرار دهن تو سرویس. اگر اومدی دهن تو سرویس بیرو گم شو کثافت آشغال. بیا دیگه خود لعنت کنه پدرانتان را. بکنم اونجا مافام بود نبود. یا حسین یا حضرت الپشم یا ابوالفضل، ببین چی پیدا کردم. به 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 به، چه جای، چه هوای. اینور که بایوم جنگله، یه قارچ بزرگم اینجای. اینورم که به بچه باورتون میشه برای اولین بار که تو سوروایول همچون جایی رو پیدا کردم. خیلی چوباشو دوست میدارم، وای خوشگله، خیلی دوست میدارم. یعنی خودش یه چوب سفید تر و تازه، من قشنگ میخوام تو بازی باشم، بگیرم برمان نیش بزنم بر کلش بخورم تا تهش. خب باید بریم اینجا. الان اینا خود اسفام میشن. چیزی بود مثل اسکوید گیم بود. این کله پس میکردی میه سراغت، اون که کله پس میکرد ما باید میرفتیم سراغش. حالا این برعکسه، ما که کله پس میکنیم اون میاد تو دلمون. تو هم قلبش نکنی میگه بیلاخ وقت بایوم جنگل. فکر نکنم. حالا ما فعلا اینوینتوری رو باز میکنیم، بلاکمون رو میذاریم اونجا. یه خلاصه بگم واسهتون کم گفتم کم بود همین کم بود، یعنی واقعا اینجا هم که هیچی. بچه ها الان که ماینکرافت رو حدودا بچه خیلی لگه، من باید بتونم چیکارش کنم انقدر لگ نباشه، چون ویدیو هم خیلی بد میشه. خاطر همین من دیگه خداحافظی میکنیم، بریم سراغ جی تی وی سن اندریاس. بچه ها من رفتم تو بازی، برم بیرون ببینید چی پیدا کردم. یا حسین بچه ها به خدا اگر سید میت باشه به جون خودم. یا حسین اینجا کجا؟ یا ابوالفضل بیرو پایین. یعنی این دیوارا رو نگاه. یا حسین بابا سن اندریاس کنسل. یا ابوالفضل تا عمرم تالا همچون جای خفنی رو پیدا نکرده بودم. بچه واقعا دارم میگم، همش هم فیت بود. اگر هم میخواستی پیدا کنی الان. بچه اگر این ویدیو بالای 100 تا لایک برسه من این سیدو بهتون میدم. یا ابوالفضل خدا، یا حسین، یا ابوالفضل بابا لفتین این سروه. بچه من که الان دارم میرم جی تی آی سن اندریاس، اما اگر سیدشو میخوای باید این ویدیو به بالای 100 تا لایک برسه، پس حتما لایک. خب بچه این از جی تی آی سن اندریاس.
بچه اگر فایل جی سرنجی شما میخواین، من زیر همین ویدیو گفتم بالای 100 تا لایک برسه من انجامش میدم. داداش یه دقیقه ماشین تو به ما قرض میدی داداش؟ ممنون. خب ما گاز بدیم بریم کار داریم. این بر فکر کنم اگر بچه ماشین نزدیک هم هستیم میتونیم بچه یه ماشین فوق‌العاده خفن خیلی گرون میتونید برید همینجا پیدا کنید و سوار شید که بچه من خیلی رازا و تفنگایی که شما میخواین و دنبالشین و میتونم راحت بهتون بگم که کجا. من همه جای بازی رو رفتم گشتم یه روز که صبح تا شب الاف بودم به خدا. حتما لایک کن تو ویدیو بعدی برای مقصداشو بهتون بگم که حدودا یکمشونم رفتم تو یوتیوب دیدم. بچه یه کانالی هست تو یوتیوب خیلی ویدیو جی تی سن اندریاس میده، فیلم های کوتاه و راحت. بچه من باور نمیشه همچون ماشینی رو تو نسخه فارسی برداشتن کردم. پراید 111. من تو کامپیوتر میرفتم بازی کردم گفتم پراید دوباره حالم هم خورد. بعد که دیدم تو موبایل همچون چیزی اینجا قرار داره ریدم به خودم گفتم یا حسین دیگه میخوای چیکار کنی؟ همچون ماشینی بچه سرعتی خیلی تعادلش خیلی بالاه. من خویا نمیخوام تعریف کنم، من خیلی بالاه تعادل یعنی 20 به نول. یعنی ما اگر بخوایم بریم تو شهر دو فکر کنم باید از این را بریم. آره جلوتر یه روی هست بینه از این بر باید بریم. خوبه اینجا گاز میدیم، اینجا میپیچیم، اینجا گاز دوباره اینجا میدیم سینه بالا و نماله که مالید خیلی خوب شد. الان ما باید شد ما بریم نماله. دادا کجا میای دیگه؟ فکر کنم نه الان اینو درک نمی کنم. این وسط این چیه؟ اصلا دیگه ته مرگ انگار غول چراغ جارو اومده تو اینش در یا حسین. و میریم به سوی مأموریت های فراوان. تو میری کنار نمیری به درک الفاصلین به مشتی رضا. یا حسین اینجا دیگه کجا؟ الحمدلله زودی از ماشین پیاده شد. متاسفانه ماشین قشنگمان رو از دست داد. حاج خانم ماشین رو بده بیاد. سبا پس میارم حتما. کجا ببینم در بونگا فرار کن بدو میارم قبل نباشه مال حرام خور نیستی. چوسی سلام به داداشای خوبم. یه دست مأموریتمون نشه. چرا که بشه به درک الفاصلین. یعنی راه خروجش کجاه؟ اینجا کیف کردی؟
بچه این رانندگی ماشین هم هست، مأموریتش رو باید تکمیل بکنی. بچه پدرم نرومد تا نصفشو رفتن، نصفشو هم نه، تقریبا میتونی بگی تقریبا. چه خیلی سخته. بیا 2 دقیقه من برم نشونتون بدم، میرینی به خودت. به چه ماشینای خوبی. بیا اینجا باید بری بشینی با ما. اینجا هم رفتیم، اینجا هم رفتیم، اینجا هم رفتیم، این هم رفتیم. الان ما بذار بریم بنده خدا. الان بچه 2 تا ماشین پلیست ما باید بریم بگیریمش. دادا من از این بر بزنم. واچ 7 در وات دادا همش میره در زرمار چوفت کاری درد اغرب. بابا همینجوری مثل خر کلتو نده پایین بری. بچه یعنی دیشو من اینقدر فشار خوردم سر این مرحله. خب دادا مرض داری به خدا بذار بره. رفتیم. یا حسین یا ابوالفضل دادا این به خدا تو بگم یا علی یا بریم یک بار دیگه. یا موسی بن جعفر چپه نشیم صلوات اللهم صل علی محمد. نمیتونیم از این ور بریم. خوبه باید اینقدر بری. پدرم نرومد. نه دادا خب مرض داری همچون مرض. یعنی سازنده این بازی رو نبینم. خدا لعنت کنه بر پدرش. خب مرض قندال داشته همچون چیزی تر کردی نمیره. من چیکار کنم نمیره. بسم الله و بالله ایشالله که میره. وک تا میرسه رو زمین ایرو میشه. چپ که درفته. از اکو یک بار دیگه تلاش خود را میکنیم. ببین باید نه خیلی بریم پس نه خیلی بریم پیش. عروسیه فکر نکنم. برو دیگه خدا لعنت کنه. دیگه رفتیم. خب تا دیشو سر اون ماشین چپ کردنه باش، حالا هم سر این باش. اون هم بریم. این باید ببیخ این همون وقت چپ میکنه. نمیدونم چرا. خب اینجا که رسیدی چپ نکن دیگه. نکن خدایی نکن. دارم فشار میخورم اینو سگ. یا ابوالفضل نرو چپ نکن. بسم الله الرحمن الرحیم. این دفعه ایشالله که میشه. دادا نرشه. خب ویدیو سمت چپ بدی چپ میکنه، راست بدی چپ میکنه. خب چه کنم؟ بیا الان دمرو میکنم قشنگ. کله ماشین میارم بالا خوب بشه بالا. دادا نمیشه به خدا نمیشه. نکن این کار رو با من. چون به ماشینش احتیاج دارم باید برم. یعنی نمیشه که نری تو.
به خدا ویسا به جون مادرت ویسا. این دفعه با کم گاز میریم دیگه، کلا اصلا ولش میکنیم. یعنی بیام بگیرم، یعنی یکتان را. او وک، او شک، او وک، او شو 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 شو. رفتیم. دادا خوب نمیشه. یا برو یا علی تونستیم نگه. ببین این دفعه نشد دلف میدم. عجیبه شد. حالا باید چیکار کنیم؟ سلام بچه، دوباره برگشتم. بچه خیلی معذرت میخوام، یه گوشی هنگ کرد، من نمیدونم چطور شد دیگه باقیش. بچه فکر کنم دوبارم بله برای هنگ کنه. بچه اگر دیگه بی دلیل قطع کردم ویدیو دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. بچه حتما ویدیو لایک کنید، کامنت هم بذارید. خدایی دیگه این دیگه آخرشه که ما هم بریم زودن یه ماموریت دیگه انجام بدیم، چون خیلی فشاریه جان. و این دیگه چی ماشینی؟ ماشین آتش نشانه. این فقط اشکال نمیکنه. نه قطعا نمیره، نه آبی داره، نه هیچ. حالا خب بلش کن. بچه این ماموریت هم سخته فکر کنم. وک اگه من اولین مرحله نرفتم، فکر کنم نرفتم. احتمالش من رفتم فکر کنم که لودر بود. نه این مرحله جدیدشه. اصلا یادم نیست بچه. میدونید چقدر وقت من اصلا جی تی وی رو بازی نکردم بچه. اما این مرحله خدای دلم واسه اینو که سوخت. بیچاره اومدیم زنده کدیمش زیر گل بیشه سیمان پوشوندیم که درم نتونه بیا. خیلی ظلمه. حالا از این ماشین آتش نشان در هم مخوره که ماشین آتش نشان او نداره. به چه دردی مخوره؟ چطور مخواه آتش خاموش کنه؟ خدایی اما دست فرمون عالیه. اینجا کجا باشد؟ تزین میزنه. What؟ یا علی خیلی خوب رفتیم ده. بچه دیگه فکر کنم بله 23 دقیقه. بچه ویدیومو خیلی دیگه بلند میشه، پس دیگه لایک کامنت دنبال فراموش نشه تا اولین نفراتی باشید که ویدیو ما رو تماشا میکنید. حتما بچه لایک بکنید و کامنت. اگر این ویدیو بالاتر برسه اون ماینکرافت رو اون سیتشو واسهتون میذارم و دیگه بتونید بهش کنید. حتی فایل دانلودی اینن واسهتون میذارم. پس حتما ویدیو لایک کامنت دنبال فراموش نشه. فعلا خدافظ.